E parai pollen ha babuna kapta mama jungo ha tune janonesta laila re laila laila re lore laila re laila laila re lore maravun ko kotlav ko tachinon dara mahamadi dosti vorta mara aino amonen mahamad javonen mahamadi kavshon vashtavoreno laila re laila laila re lore laila re laila laila re lore e parai pollen ha babuna kapta mama jungo ha tune به گمانم نیاکان ما با وزش بادهای زمستانی خیمه و خرگاه را از اتراقگاه‌های کوهستانی برمی‌چیدند. گوسفندان و گاوها و اشتران را با گردنبندهایی از طلسم و مهره‌های دفع نظر به امید بهاری دیگر رها می‌کردند. دهقانان مرا به این فکر وامی داشتند که گویی گلهای آفتابگردان مظهری از خورشید پرنورند. یا شاید هم تخمه‌های آفتابگردان آن سالها سهم بزرگی از سفره رنگارنگ شب یلدا در کنار شاهنامه خوانی بزرگان داشتند. در قصه های شاهنامه می‌خوانیم فریدون چون زاده شد، مادرش فرانک برای حفظ جان فرزند او را به دشتبانی سپرد تا با شیر گاوی به نام برمایه تغذیه نماید، بلکه از گزند روزبانان ضحاک در امان بماند. روزبانان ضحاک هیچگاه از جستجوی گاو آرام نگشتند. فرانک مجبور شد نزد دشتبان رفته فریدون را برداشته تا جانش در امان باشد. به تعبیری فرانک از سرزمین جادوستان به مرز هندوستان روانه و با فرزندش در کوه البرز به پیرمرد پارسایی پناه بردند تا فریدون بالیده و بزرگ شود. قصه ها بخش مهمی از گذشته ما هستند که مادران سینه به سینه از نیاکان ما برای آیندگان با زبانی ساده چون لالایی و متل و ترانه خواندند. زنان هرمزگان این چنین نوا و نغمه را برای کودکان، فریدونها و گردآفریدها به یادگار گذاشتند. بشکفت همراه ما و بشکفت هر که همزاد تو بود خواب چشمی بی تو بود آرام جانی 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 بی تو بود کود و بخچه ای بکن که مر حلقه ای بکن رو پیچیده ای بکن دست بزن بالا بره سر موقع بابا بره هر موقعی بلندتره دل ماما خوشتره هر موقعی بلندتره دل بابا خوشتره دل ماما خوشتره دل بابا خوشتره دل ماما خوشتره. ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه می نویسد پارسیان در روز 16 دی ماه عید می کردند. در این روز بود که فریدون را از شیر گرفته بودند و در این روز بود که فریدون بر گاو سوار شد. در این شب گاوی ظاهر می شود از نور و دو شاخ آن زر که هر که وقت دیدن آن گاو دعایی کند
مستجاب خواهد شد. ظهور آن دلیل وفور نعمت است. در پندار مردم این گاو نور مانند که بر بلندی کوه‌ها آشکار می شود، هرگاه 2 بار بانگ زند، نشان آن است که سالی مشحون از نعمت و برکت در پیش است.